به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم. از اداره مرکزی شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز جمعه 8 نوامبر این موضوع را داریم. پرزیدنت امام علی رحمان در روز دوم سفرش به پاریژ با امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه دیدار و ملاقات کرد. مالهای ازبکستان در بازارهای تاجیکستان در برابر محصولات چینی و ترکی جای پا پیدا کردند. خریداران در تاجیکستان مال ازبکستان را بنابر ارزانیش میپسندند. استحصال ازبکستان کاستون و بروک‌ها هست، کامپلکت پیجاک‌ها هست، کورتک‌ها میزنیم. همین پالتوی دراز پلاش همین چیزا می‌بیاریم از ازبکستان. صابون‌پزی از نقشه‌مندی بهتر. سازمان غیر دولتی در افغانستان زنان نقشه‌مند را با شغل دائمی تامین کرده است. میایم کار میکنیم، استفاده میبریم، کار داریم. برنامه را با خبر از تاجیکستان آغاز میکنیم. در حمله به دیدبانگاه مرزی اشقاباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و یک مأمور میلیسا جان باختند. مقامات تاجیکستان تاکنون درباره کشته شدن 2 نفر مأمور میلیسا بهرام قاسمزاده و مرزبان عزت الله لطیفوف گزارش دادند. منابع رادیو آزادی هویت قربانی ششم در حمله به دیدبانگاه مرزی را آشکار کردند و شخصی کشته شده سرباز قطاری نعیم جان سید علیموف از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت بوده است. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به اروپا که روز 4 نوامبر از شویتزاریا آغاز شده بود ادامه دارد. رئیس جمهور روز 7 نوامبر از آنجا به فرانسه رفت و در شهر پاریژ با تاجران و رهبران شرکت‌های عظیم فرانسه دیدار و ملاقات داشت. در این ملاقات از جمله میان شرکت آلومینیوم تاجیکستان تالکو و شرکت فرانسوی فیوز برای تجدید کارخانه آلومینیوم تاجیک موافقه حاصل شد. امروز امام علی رحمان با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. کیومرزی عطا موضوع را ادامه می‌دهد. در آستانه ملاقات رئیس جمهور فرانسه با امام علی رحمان، 2 سازمان معتبر دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات از امانوئل ماکرون خواستند که به مسئله سرکوب و حبس منتقدان، شکنجه، محدودیت آزادی بیان و مرگ و میر بازداشت شده ها در تاجیکستان چشم نپوشد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 نوامبر با نشر نامه گفت مطمئنا امام علی رحمان از فرانسه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی را درخواست خواهد کرد. این سازمان میگوید ماکرون باید به اصول خود صادق باشد و رئیس جمهور رحمان را از سیاست‌های سرکوبگرایانه آگاه کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در نامه رسمی از رهبران کشورهای اتحاد اروپا از جمله امانوئل ماکرون خواسته است در عوض روابط خوب با تاجیکستان از این کشور احترام به آزادی مطبوعات را تقاضا کنند. این سازمان تصمیم ماکرون را برای ملاقات با امام علی رحمان فرصت خوب برای مطرح کردن مسئله آزادی بیان در تاجیکستان نامیده است. به گفته مسئولان خبرنگاران بدون مرز، در تاجیکستان آزادی بیان و مطبوعات پایمال می شود، هرچند قانون اساسی و سندهای بین المللی آن را ضمانت دادند. به اطلاع سازمان از سال 2016 به این طرف بیش از 20 خبرنگار زیر فشار تاجیکستان را ترک کردند. قرار است پرزیدنت امام علی رحمان در نشست صلح پاریژ شرکت کند و خبرنگاران بدون مرز در اظهارات از همه رهبران اروپایی خواسته است احترام به آزادی مطبوعات را شرط روابط خوب با تاجیکستان قرار دهند. تاجیکستان از سال 2015 به این طرف در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در جهان 45 زینه پایین رفته است. سقوط چشمگیری که بخشی از آن به دلیل سنزور گسترده اینترنت است. این سازمان میگوید خدمات علاقه تاجیکستان به طور غیر قانونی و خودسرانه وبسایت های خبری مستقل به مانند ازیا پلوس را بسته است. پیشتر مسئولان خدمات علاقه گفته بودند که در این کار دست ندارند. خبرنگاران بدون مرز میگوید مقامات تاجیکستان از سال 2018 نظارت به اینترنت را شدید کردند و با استفاده از توانایی‌های خود دسترسی به پایگاه‌های خبری پیشرفته به مانند فرغانه و اخبار، پیام‌رسان‌ها، یوتیوب و حتی گوگل را قطع می‌کنند. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها اظهار نگرانی کرده بودند که گروه‌های به عباره آنها تندرو از شبکه‌های اجتماعی برای ترغیب فعالیت‌های خود سوء استفاده می‌کنند. تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود.
در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مول استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه‌های تاجیکستان زیاد به چشم می‌رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یکتازی می‌کردند، ولی اکنون مال ازبکستان در بازار وارد رقابت شد. همکارم زرانگیزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه‌ها چی تاثیر گذاشته است. در بازار مول و کالای تاجیکستان همکنون تولیدات ازبکستان واردی رقابت با مول‌های استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه شده است. تعدادی از صاحبکاران در تجارتشان با مول‌های تولیدی ازبکستان برتری می‌دهند. نرگس حفیظова یک صاحبکار بازار کاروان از 6 ماه به این سو سمت تجارتش را در واردات مول تغییر داده است. نظر به خطای قرقیزستان بهتر است. هم راهکیراش ارزان هم بین مدت کوتاه رفته می‌بینیم. صاحبکاران میگویند یک مشکل اصلی در تجارت آنها از چین و قرقیزستان و کشورهای دیگر بعضاً بند ماندن مال‌های وارداتی در مرز و راه بود. صاحبکاران بارها با سبب‌های مختلف هفته و ماه‌ها انتظار مالی وارد کردهشان میمانند که باعث به گذشتن موسم مالی تجارتی آنها میگردد. اما به گفته تاجران واردات مالی باصفت‌تر از چین و قرقیزستان و رقابت پذیر از ازبکستان آسان‌تر است. از ما استحصال ازبکستان کاستون و بروک‌ها است، کامپلکت پیجاک‌ها است، کورتک‌ها میزنیم، همین پالتوی دراز و پلاش همین چیزا می‌بیاریم از ازبکستان. بازارهای تاجیکستان را معمولاً مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما طی چند سال اخیر در برابر چین در این بازار مال‌های استحصال قرقیزستان هم با نرخی نسبتاً دسترس خریدار پیدا کرده است. به گفته صاحبکاران به مال و کالای استحصال ازبکستان که حدوداً یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمی‌کردند. خیلی کم میگفتن ازبکی گفتن همیان نمیدونن، بعدی که دیدن صفاتش استفاده که بردن و دیگه پرابلم نیست گرفتیست. مال ازبکستان را در بازار مال و کالای کشور بیشتر از همه در راسته فروش پایافزال دیدن ممکن است. خریداران میگویند در اکثر موارد صفت این مال تولیدی ازبکستان از چین بهتر است. خیلی بوده ماست با ترکیه هم است. کلی ازبکی هم پیشرویه. خیلی با ارزان تره میپوشیم سوز ازیراج. یکم پای نیست. ارزان. برابر باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور بلکه راه واردسازی محصولات به تاجیکستان هم وار شد. همین طور حالا در برابر بازار مال و کالا، بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیک برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان از این پدیده توصیف میکنند، اما میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات وطنی خود را به ازبکستان انتقال دهد. در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است. گردش سودا میان این دو کشور نسبت به سال پیش 2.3 برابر زیاد شده است. اما همانا در واردات مال و کالا به بازارهای تاجیکستان چین در جای اول قرار دارد. تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین در سال 2018 بیش از 600 و بین تاجیکستان و ترکیه 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. از زهر کوکنار افغانی نه تنها خارجی ها بلکه شهروندان خود افغانستان از جمله زنان معتاد می شوند. شماره زنان نشهمند در افغانستان رو به افزایش است و یک سازمان محلی با تشکیل یک کارگاه صابونپزی زنان نشهمند را به این کار جلب کرده می‌خواهد از این راه آنها را از این ورطه زندگی بیرون کشد. تا کجا تجربه او موفق است؟ امردین اولیموف گزارش می‌دهد. تخمینا 90% افیون قاچاقی روی عالم از کوکنار افغانستان استحصال می شود. مقدار معینی آن در این کشور مانده میلیون ها نفر را به نشهمندی گرفتار کرده است. جنگ چندین ساله به زنها بی تاثیر نبوده است. شمار زیادی زنان معتاد مواد مخدر شدند. این زنان همگی نشهمند هستند ولی از کشت مواد مخدر روی گردانده از گل و رستنی های جمع کرده شان صابون استحصال می کنند. برنامه‌ای که من راه اندازی کردم باید به این زنان کمک نماید. این کمک اقتصادی است.
марғуба сафӣ дар соли 2016 ба тавлиди собун дар хонааш оғоз кард. барномаи мубориза бо маводи мухаддири созмони милали муттаҳид ин хонуми афғонро ба Ҳиндустон барои омӯзиши соҳибкорӣ фиристод. ҳоло марғуба сафӣ корхонае боз карда 20 зани собиқ нашамандро ба шуғли муносиб таъмин кардааст. کل زنها خوش می باشه، خود ما خوش می باشیم که میایم کار میکنیم، پیسه خود میبریم خرج میخریم، یگان چیز کار داریم. مصروفیت است، در خوشی میایم میریم. من و زنان دیگر از کار و مشغولیت‌هایمان خوشحال هستیم. با پولی که از اینجا به دست می‌آوریم نیازمندی‌هایمان را برآورده می‌سازیم. از این رو با خوشحالی به اینجا می‌آییم. زنان خوشحالند که درآمد دارند. صرف نظر از آن که درآمد کلان نیست، آنها می‌دانند که با دانش و ملکه به دست آورده می‌توانند خودشان صاحب تجارت شده پول خوبی کسب نمایند. در بین تخمیناً 3 میلیون معتاد مواد مخدر افغانستان 20% را زنان تشکیل می‌دهند. ولی زنانی که در کارخانه پیشرفت ایفای وظیفه می‌کنند با تولید اتریات مشغول بوده تلاش دارند خود را از استعمال مواد مخدر دور کنند. تیمور زولفیقاروف نویسنده روززبان تاجیکستان و مؤلف خواجه نصرالدین میگوید دوران پیریش را در تاجیکستان کنار طبیعت سپری می‌کند. او تصمیم گرفته است که دیگر برای اقامت به روسیه برنگردد. همکارانم اسکندر فیروز و امرالدین عالموف در دوشنبه به خانه ادیب رفتند و درباره روزگار، ایجادیات و اندیشه‌هایش پرسیدند. نویسنده مشهور روس زبان و زاده تاجیکستان تیمور زولفیقاروف تصمیم گرفته است دیگر برای اقامت به روسیه برنگردد. می‌خواهد دوران پیری خود را در زادگاه آرام و امن سپری کند. مفهومی زادگاه وجود دارد. گذشته از این مگاپولیس یا شهر بزرگ برای زندگی نفر سالخورده قابل قبول نیست، زیرا شهر بزرگ به شخص امکان نمیدهد که با طبیعت و پروردگار در مکالمه باشد. من تمام عمر در یک حجره کوچک در طبقه 14 زندگی میکردم. خواستم که زندگی آرام و آسایشته داشته باشم. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان از من دعوت کرد که به وطن برگردم و برایم یک خانه و یک بوستانسرا داد. در 4 سال اخیر من پیری را در آغوش طبیعت میگذرانم و در تنهایی اثرهای زیاد ایجاد کردم. ادیب میگوید چند دفعه از سوی ملتگرایان روس مورد حمله قرار گرفته است. همزمان نوشته‌های او را در شبکه‌های اجتماعی درباره وجود انگیزه‌های فاشیستی در برخی از قشرهای جامعه روسیه دیدن ممکن است که نسبت زادگان کشورهای جنوبی بدرفتاری میکنند. با من چند دفعه جوانک‌های ملتگرا یا سکینخد حمله کرده بودند. میدانم که آنها چنین دستور گرفته بودند. اینها جوانان فریفته شده و نیم گرسنه میباشند. در مجموع چنین رفتار خاصی ملت روس نیست. ببینید حتی تاجیکان برای مهاجرت مهنتی نه عازم افغانستان و ایران یا هند و امارات میشوند، بلکه به روسیه میروند، زیرا تاجیکان و روس‌ها هم نژاد هستند. تیمور قاسیموویچ اخیراً به رهبریت جایزه نوبل نامه ارسال کرده از نحوه انتخاب اثرها انتقاد کرد. از او پرسیدیم که میخواهد سزاوار جایزه نوبل باشد. در مورد نامه من به کمیته جایزه نوبل بیشتر مردم آن را همچون تلاشی من برای گرفتن این جایزه فهمیدند. در سین سال من باید درباره آخرت فکر کرد، نه جایزه ها. هرچند شهروندان کشورهای گوناگون به کمیته جایزه نوبل در رابطه با اختصاص این جایزه به اثرهای من نامه میفرستند. مقامات وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذاشتن جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و حمله آنها به یک دیدبانگاه مرزی را رد کردند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند حمله در خاک تاجیکستان انجام شده است و هراس افغانان نیز در بیرون از خاک افغانستان به سر می‌بردند. حالا واکنش جانب تاجیکستان به این پاسخ کابل معلوم نیست. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.